بررسی درل شارژی باس 36 ولت رو داریم. سلام، سجاد زارعی هستم و خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی بررسی درل شارژی 36 ولت باس. تو این ویدیو قرار اینو با هم کلی بررسی کنیم، خوبی بدیاشو بهتون بگم آخر ویدیو. در ابتدا ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید هر موقع ویدیو گذاشتم سریعا براتون ویدیو بیاد. این درل شارژی به شدت کارآمده، یک کیف خیلی خفنی داره، داخلش ابزارهای مختلفی گذاشتن و قیمت حدودی 1,500,000 هست. برای هر خونه لازمه و در ادامه با هم اینو بررسی میکنیم. لیتس گو. قیمت حدودی این محصول بین 1,500,000 تا 2 میلیون هست. بررسی رو از خود درل شروع میکنم. روی درل 3 تا حالت رو داریم: حالت چکشی، حالت سوراخکاری و حالت پیچبند که به راحتی میتونید از این قسمت تنظیم کنید. و در حالت پیچبند 18 تا حالت رو داریم که 18 بیشترین قدرتشه. اما کاربرد این چیه؟ کاربردش اینه که پیچ ها رو میتونید به یک اندازه سفت کنید. مثلا شما 4 تا پیچ دارید که میخواید به یک اندازه سفت بشن، از همین روش استفاده میکنید. خود سه نظامی که روی این درل به کار برده شده به شدت با کیفیت و فلزی هم هست و 10 میلیمتره، یعنی تا مته شماره 10 میتونید روش ببندید. بالای درل گیربکس 2 سرعته رو داریم، حالت قدرتی و حالت سرعتی که به شدت کارآمده. حالت چپگرد و راستگرد محصول هم این قسمت قرار داره که به نظرم جای خوبی قرار گرفته شده و مهمتر از اینا کلید به صورت گازی هست، یعنی شما با کمی تغییر و کمی فشار روی کلید قدرت و سرعت در مته بیشتر میشه یا کمتر میشه. اما مهمترین بخش این ویدیو باتری این محصول است. 2 تا باتری بزرگ داریم که به این صورت به درل متصل میشه و کیفیت و راندمان خوبی رو داره. ناگفته نماند شارژ اولیه این باتری ها کیفیت خوبی رو دارن چون فابریکی هستن و خود کارخونه با دستگاه اینا رو شارژ کرده و دیرتر هم باتری ها خالی میشن. درون جعبه شارژر محصول هم وجود داره که به صورت سوزنی به این قسمت از باتری ها متصل میشه. اما نکته منفی این محصول لوازمیه که داخل جعبه داره، مثل سری های پیشگوشتی، یک سری مته و چیزای دیگه. اگر تا اینجای ویدیو اومدین حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، باعث دلگرمی به منه که ویدیوهای بیشتری براتون بسازم و دمتون گرمه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. لیتس گو. لوازمی که همراه این جعبه هست: یک سری انعطاف‌پذیر برای جاهایی که به راحتی نمیشه اونجا رو پیچ کرد یا پیچی رو باز کرد. 2 تا سری 2 سو داریم در سایزهای مختلف، 2 تا 4 سو داریم در سایزهای مختلف، 2 تا سری آلن هم داریم و تمام اینا رو زمانی میتونیم استفاده کنیم که این رابط رو داشته باشیم که داخل خود جعبه هم هست. رابط یک طرفش به درل وصل میشه و یک طرفش سریهای پیشگوشتی داخلش قرار میگیرن که بتونیم راحت‌تر استفاده کنیم. اما ناگفته نماند که این رابط به صورت مگنتی هست و خاصیت آهن‌ربایی داره که سرمته‌هایی که داخلش قرار میگیره به راحتی نمیفته. از اونور 3 تا مته داریم برای سوراخکاری آهن، 3 تا سایز مختلفه و 3 تا سایز مختلف مته چوب هم داریم. مته‌های چوب به صورت نیشدار هستن که در حین استفاده کارآمد ظاهر میشن. در کنار همه اینها رابط بوکس 1/4 رو داریم که یک طرف روی درل بسته میشه و یک طرفش داخل آچار بوکس ها قرار میگیره. کل این محصولاتی که اینجا گفتم داخل یک کیف BMC قرار گرفته که کیفیت خوبی داره، کیفش رو میشه روش حساب کرد. اما مزایای این محصول میتونم به اقتصادی بودنش اشاره کنم که 1.5 میلیون قیمت داره. برای هر خونه لازمه، جنس خود سه نظام و خود بدنه واقعا خوبه، خیلی
اما معایب این محصول، وسایلی که داخل این کیف برای ما قرار دادن واقعا کیفیت خوبی نداره. مثلا سریهای پیشگوشتی، آچار بوکس ها و مته های چوب و فلز که همشون بعد گذشت تقریبا 2 ماه زنگ زدن یا در حال زنگ زدن هستن که من خودم از بازار جنس خوبشو جدا تهیه کردم. کمی جلوتر چند تا ویدیو قرار دادم از تجربه کار کردن با این درل شارژی در استودیوی خودم که روی ابزارهای مختلف داشتم کار میکردم. بریم با همین چند تا ویدیو رو ببینیم. در پایان ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، باعث دلگرمی به منه که ویدیوهای بیشتری بسازم و برامون کامنت بذارید که آیا از این محصول استفاده کردید، آیا تجربه‌ای دارید و چه درل شارژی یا درل های برقی استفاده میکنید. دمتون گرم که تا پایان ویدیو همراه من بودید.